که ما در جریان حمل می داشته باشیم این بالای نوزاد تاثیر میکنه. من خودم یک ریسرچ در حال اجرایش هستم. مادرایی که بسیار زیاد در جریان حمل تشویش می داشته باشن، چرت میزنن، نارام هستن، استراب هستن، دوای عصبی میگیرن، شانس تاسیس ADHD در اطفال از زیاد است. من خودم میره رسما دیدیم. ای کاش امکانات ریسرچ پیش ما باشه که ما بین المللی بسازم. Attention Deficit Hyperactivity Disorder، یک طفلک از به امورات درسی خود علاقه نداره، بسیار بیش فعالی داره، بسیار پرخاشگر می باشه، یک دفعه چوکی خیز میزنه، یک دفعه اوج خیز میزنه، در سر دسترخوان میبینید در پایای خود دست میزنه، در پولی از او به خاطر که مکتب نره قلم خود گم میکنه، کتاب خود گم میکنه، بیش فعالی داره، پرخاشگری داره و کی کار میپره. این اختلال ADHD یک تشوش روحی و روانی است و این پیش طفلای زیاد است که مادرایشان در جریان حمل بسیار تشویش داشتن، بسیار استراب داشتن، بسیار نارامی داشتن، بسیار وحشت زدگی داشتن، روابط خود خوب با شوهر خود نداشتن و حتی در جریان حمل دواهای عصبی را گرفتن. بنابراین هر قدر که مادر با نشاط بود، نوزاد با نشاط به جامعه هدیه میکنه.